دادگاه ولایت ختلان با حکم خود روز 9 نوامبر سال 2022 مدیر سابق شعبه معارف ناحیه 5 مولوده بوی مرودزاده، خبرنگار تلویزیون جهاننما عبدالرحمن عزتمندوف و دو منصبدار دیگر از این ناحیه زاهد و شیرالیف را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع ماده 307 علاوه 3 قسم 2 و دیده دانسته پنهان کردن معلومات بر دروغ ماده 346 قسم 2 با 5 سال و 4 ماه زندان نظامش پرزور محکم کرده است. عزتمندوف همچنین برای تصرف مبلغ‌ها به اندازه 80,591 سومانی و 40 درم هنگام کار کردنش در وظیفه سرمحاسب مکتب میانه رقم 3 بر اساس قسم 3 ماده 245 کدش جنایتی تاجیکستان به اندازه 500 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 32,000 سومانی یا بیش از 3,000 دلار به فایده دولت جریمه بسته شده به مدت 3 سال از حق اشغال منصب‌های دولتی نیز محروم کرده شده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 3 دکمبر سال 2022 در شرح این پرونده پرسر و صدوق گفت این 4 ساکن ناحیه 5 از جمله به ارسال نوارها به سامانه اپوزیسیونی اسلو تیوی عیبدار دانسته شدند. خود محکوم شدگان و یا نزدیکان و ادوکات‌های آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه و شرح دادستانی عزتمندوف عبدالرحمن از ماه ینور سال 2017 در وظیفه خبرنگار شبکه دولتی تلویزیونی جهاننما کار فعالیت نموده ماه سال 2020 در حدود ناحیه 5 با زاهدوف ساکن امین ناحیه واخورده است. زاهدوف ضمن واخوری ابراز نموده است که در اساس فرمان دیرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به وظیفه سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه 5 تعیین شده است، ولی رئیس ناحیه 5 شایان ظریف خوجه او را به کار قبول نکرده است و از این رو باید نسبت نام برده در اینترنت معلومات‌های بدنام کننده پهن کنند. عزتمندوف به فکر زاهدوف راضی شده از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی غایه و عقیده‌های تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی را که با اعلاننامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2015 همچون تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعتراف گردیده فعالیتش در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است، جانبداری نموده با مقصد غرض نقشه به فعالیت این تشکیلات اکستریمیستی مساعدت نمودن را تعریضی نمودند. من بعد آنها برای عملی نمودن این نقشه از ماه سال 2020 عکس و ویدیو نوارهای دارای معلومات‌های فعالیت خواجگی خلق ناحیه 5 را از قبیل فعالیت کتابخانه، پخت سپاری، قصر فرهنگ و غیرها را همچون معلومات‌های بدنام کننده نسبت به رئیس ناحیه 5 در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک توسط صحیفه‌های از پلیوس و سفر سعیدوف به گروه سامانه اینترنتی پیام مردم که مربوط به تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد ارسال و پهن نموده به فعالیت این تشکیلات اکستریمیستی مساعدت نمودند. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی این نیاد می افزاید که بعداً خبرنگار تلویزیون جهاننما عبدالرحمن عزتمندوف از ماه فوریه سال 2021 تا ماه سال 2022 منتظم با سابق مدیر شعبه معارف ناحیه 5 بوی مرودزاده که نام برده بنابر سبب تغییرات کادری از منصب آزاد شده بود واخورده درباره توسط شبکه اینترنتی پس زدن شان و شرف و پهن نمودن معلومات‌های بدنام کننده نسبت اسام‌الدین زاده مدیر عمل کننده شعبه معارف این ناحیه مصلحت پیشکی را انجام داده به نام برده یک چند نوارهای ویدیویی گذرانیده چاره‌بینی‌های سوای معارف ثبت شده را داده است. دادستانی میگوید بوی مرودزاده آن ویدیو نوارها را توسط شبکه اینترنتی به سامانه اینترنت کانال اسلونت مربوط به تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی روان نموده است که سپس آنها ماه سال 2022 در شبکه‌های اجتماعی از طرف اعضای فعال تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدرالدین و محمد اقبال قلندرویچ با تخلص محمد اقبال صدرالدین مقاله زیر عنوان شکایت پنجه‌ها از وضع معارف و دیگر سوها پخش گردیده است. اسلو تیوی یک سامانه اپوزیسیونی است که در اروپا تأسیس یافته در برابر کروپسیا در نهادهای دولتی تاجیکستان منتظم برنامه‌ها نشر می‌کند. مؤسس و مجری برنامه اسلو تیوی محمد اقبال صدرالدین است که در اروپا به سر میبرد. در این اواخر در تاجیکستان چندین نفر را با جرم همکاری با اسلو تیوی و حتی برای تماشای برنامه‌های آن به جوابگری کشیدند.